فعال شدن مرکز ملی انتقال پول، یک شبکه زیر نظارت بانک ملی تاجیکستان، مهاجران را هنگام فرستادن مبلغ از روسیه به کشور به مشکل روبرو کرده است. ایام الدین صفایف، مهاجر تاجیک، در یکی از دهه‌های دوردستی روسیه کار میکند. وی میگوید که در 70 کیلومتری محل کارش یگان بانک نیست. ایام الدین در گذشته به نزدیکانش آنلاین و به واسطه تلفن موبیلی پول میگذراند، اما حالا این کار غیر امکان است. دین من 10,000 فرستاندم تا حال یگان результат یگان آدم نیست که با دوی ما برسه عموما با چیش بگیری. ما از کارمندان زلطای کرونا خواهش میکنیم، التجا میکنیم که همین سیستم را رهایی کنه. در خلق تاجیک این مینه در ما سوسته رو ویگنتره برای اونه که ما کارتا قطعی استفاده میبریم، با کارتا ایره فرستانیم، برات ایره گرفتن نمیتونیم. شماره زیادی مهاجران کاری تاجیک طی چند روز است که پولهای به تاجیکستان فرستاده خود را بازپس گرفتن نمیتوانند. یک مهاجر کاری میگوید مادرش بیمار است و برای طبابت او فوراً پول فرستاده است، ولی در تاجیکستان نمیتوانند پول را دسترس کنند. وی نگران است که مادرش را چگونه طبابت میکنند. از تاجیکستان میگن через اینستریم اپرایت کنید. برای از سیستم از لاتوی کرونا گرفتن مبلغ ما باید 5 روز انتظار شویم، بالای این فایدهش گردانیده نمیشود. اکثر مهاجران کاری تجربه انتقال پول از روسیه به تاجیکستان را میدانند. میگویند که در آغاز نیکلیس بانک یگانه واسطه انتقال پول به تاجیکستان فعال بود که تا 10% حق انتقال را میگرفت. بعداً با پیدا شدن رقابت حق بانک ها تا به 0.5% پایین رفت. حالا آنها نگرانند که فایز انتقال پول به تاجیکستان می افزاید. وقتی که از بین بازیگر اساسی رو که سیستم انتقال پول زلطه کرونا رو که از بین بردن، علاکن در این میدان دو شرکت موندن و اکنون اونها یکچین هستند و چی نرخی خواهند میگذارن. در برابر زلطه کرونا، انتقال مبلغ به واسطه نظام‌های بین المللی بلیسکو و منیگرام نیز به تاجیکستان فعلا قطع شده است. این نظام‌ها تنها در صورت پیوستن به مرکز ملی پروسسینگی دوباره حق انتقال مبلغ را به تاجیکستان پیدا می‌کنند. مسئولان نظام زلطه کرونا میگویند اجرای طلبات بانک ملی احتمال نقض قانونگذاری روسیه را در پی دارد و آنها با مقامات تاجیک در این باره مذاکرات را ادامه می‌دهند. مسئولان نظام زلطه کرونا میگویند اجرای طلبات بانک ملی احتمال نقض قانونگذاری روسیه را در پی دارد و آنها با مقامات تاجیک در این باره مذاکرات را ادامه می‌دهند. فعلا نظام‌های یونستریم و کانتکت حق انتقال پول به تاجیکستان را دارند.